چی باید کرد وقتی که شما از حکم سود نارضا هستید؟ سلام علیکم، من جمشید یوروف هستم، حقوقشناس و در این نوبت در برنامه چی باید کرد درباره چی باید کرد وقتی که شما از حکم سود نارضا هستید سخن می‌رانیم. از طلبات ماده 23 کودکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان برمی‌آید که هر یک شخص منفعت‌دار در پرونده حقوق آوردن شکایت از قرارهای سودی را دارد. از آن جمله حقوق آوردن شکایت از بالای حکم. کی میتواند که شکایت از بالای حکم پیشنهاد کند؟ البته که اون نفری که نسبتش حکم برآورده شده است، یعنی که سودشونده، حمایتگری وی، ادوکاتی وی، همچنین نماینده قانونی اون کس میتواند یگان خش تبارش که در پرونده همچون حمایتگر وارد شده است به طور ضروری اون کس نیز شکایت پیشنهاد کند. شکایت معمولا با واسطه سودی که حکم را برآورده است با سود زینه کاساسیونی پیشنهاد کرده می شود، یعنی که سودی که از سودی قرار را برآورده یک زینه بالا می ایستد. مثال اگر سودی ناحیه حکم برآورده باشد و شما از این حکم نارضا باشید، شما می توانید که با سودی شهری یا اینکه با سودی عالی جمهوری تاجیکستان مراجعت کنید. مهلت آوردن شکایتی کاساسیونی در حکم‌هایی که نسبت حکم‌هایی که حالا به قوه قانونی ندر آمدند 10 روزه می باشد و این مهلت از اون لحظه حساب کرده می شود. برای اشخاصی که همچون حمایتگر، نماینده قانونی یا اینکه همچون حمایتگری که از طرف خشتباران در پرونده همراه کرده شده است، از روز اعلام کردن حکم در تالار سود به مدت 10 روز و برای خود سودشونده این مهلت از روزی که به دستش حکم آورده می شود به دستش اون حکم رو می گیرد 10 روز رو نیز در نظر دارد. وقتی که ما میگیم که در پرونده حکم رو از بالای حکم شکایت کاساسیونی خشتبار نزدیک نیز آورده می توانند، این اون رو در نظر دارد که اگر مثال شما حمایتگر نداشته باشید یا اینکه حمایتگر از حمایت شما در مرحله کاساسیونی در مرحله آوردن شکایت دستکشی کند، نخواهد که بررسی پرونده شما با اشتراک کند، شما میتونید که یک خشتبار نزدیکی خود را در این پرونده همچون حمایتگر، البته که با قراری لازمه مقامات همین تفتیشات رو میبردگی یا اینکه با قرار لازمه سود اونها رو همچون حمایتگر دعوت کنید. کی میتواند که حمایتگری شما از قبیل خشتبار شما حساب شود؟ مطابق قانون خشتبار نزدیک گفته فرزندان، همسر، پدر، مادر، بابا، بیبی، نبیره و اکیو یا اینکه خواهران رو به نظر میگیرن، اونها رو خشتبار نزدیک حساب میکنن. باز یک توصیه دیگر، اگر ادوکات شما از حمایت شما در مرحله شکایت آوردن دستکشی کند، این معنای اون رو ندارد که دیگر کسی نمیتواند که با موضوع پرونده شناس شود و شکایت پیشنهاد کند. در این نوبت شما میتوانید که با پرونده خشتبار نزدیک خود رو همراه کنید و آنها با پرونده شناس شده شکایت رو ترتیب میتن و به سود مرحله کاساسیونی پیشنهاد میکنن. باز یک نمود دیگری شکایت هست و این شکایت مرحله نظارتی مینامند و اون نسبت حکم های تطبیق کرده می شود که علاقه به قوه قانونی در آمدن. مهلت آوردن چنین شکایت 1 سال پس از به قوه قانونی در آمدن حکم می باشد.